کارمندان کمیته حفظ محیط زیست اداره نفقه نظارت انداز و فرهنگ نویا دوستی اگر چند سال قبل با شرایط بهتری کارو بینای نو و زمانوی صاحب گشته باشند اهل معارف روزهای نزدیک در اتاقهای گشاد و برهوا و شرایط خوب کاری فعالیت خویش را آغاز خواهند کرد زیرا روزهای نزدیک ساختمان بینای شعبه معارف نیز به آخر میرسد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی نقشه چهاربین‌ها تشکیل کرده شده است که شماره عمومی انشاءاتها به 267 عدد میرسد که این انشاءاتها با همه گونه ساحه‌ها دخالت دارد. 220 انشاءات را ما به استفاده دادیم و در روزهای جشن وحدت ملی ما 4 تا بینای علاوگی نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و 2 بنگاه را با نقشه گرفتیم که در عرفه جشن وحدت ملی ما به استفاده میدیم. کارهای آبادانی سازندگی در ناحیه با مرام ادامه داشته از طرف صاحبکاران محلی، شخصان سخاوتمند و اهالی کارهای سازندگی آبادکاری در حدود دهه‌ها و حدود کوچه‌های خود با مرام ادامه دارد. بینو بیت‌الله مسئولین معرف یکی از ساحه‌ای است که توجهی بیشتر به آن روانه گشته است و همه سالا ده‌ها بنا و مسائل تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی از نوسازی شده و بنیاد و مورد استفاده قرار داده می‌شوند. بینای سیمخانه‌های علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه که از 2 آشیانه و 10 سیمخانه و 2 حجره یا رسان عبارت است از قبیل آن است. این بنا هم برای 240 نفر خواننده در 2 بخش پیش بینی گشته در کوتاه‌ترین فرصت پیشنهاد خوانندگان و آموزگاران خواهد گشت چون 25 نفر از ساختمانچیان محلی شب روز در آن کار کرده تلاش نموده ایستاده‌اند تا در مولد معین گشته کارهای ساختمانی را به انجام رسانند. کارهای ساختمانی اساسی بنا پورا به انجام رسیده است. در داخل بنا قسمت‌های رنگ و بارکنی در بیرون هم باشد قسمت‌های رنگ و بارکنی مانده است. ما تلاش میکنیم که در روزهای نزدیک پررس کارهای ساختمانی را به انجام رسانیده مورد استفاده قرار دهیم. سطح و صفت ساختمان با طلبات‌های کمیته ساختمانی جوابگو می باشد. بنابراین که ما محصولات ساختمانی با صفت وطنی و خارجی استفاده نمودیم در این بنا. باید گفت که در بینای شعبه کمک اولیه طبی و سانیتری این ناحیه نیز کارهای ساختمانی خوب برآمده مانده شده است زیرا ساختمانچیان تلاش به آن دارند تا سطح و صفت کارهای ساختمانی را خوب و بینای مذکور را هر چه زودتر به انجام رسانند. در ساختمان مرکزی سلامتی ناحیه دوستی که از طرف گروه تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان از طرف وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده ایستاده است. از 15 تا 20 نفر کارمندان جمعیت دارای مسئولیت از محمود جدمی و سالم کار کرده ایستاده اند. بنا 2 آشیانه است به تکخانه 28 اتاق را در بر میگیرد. ما تلاش کرده ایستاده ایم که کارهای ساختمانی مذکور را در وقت و ساعت معین شده ساخته به استفاده دهیم. با گفته مسئولین آنها تلاش نموده ایستادند همه کارمندان تشکیلات اداره و مؤسسه‌ها با شرایط بهتر و بیناهای نو زمانوی و اتاقهای گشاد و برخوهای کاری تامین گردند که میتواند به سیمای مرکز ناحیه زیبایی دیگر ضمن نماید.